با من همراهین با آموزش یه میرزا قاسمی خوشمزه. من مریمم رشتی هستم. داشتم میرزا قاسمی درست میکردم، گفتم آموزششم برای شما بذارم، حتما درست کنیم و لذتشو ببریم. بریم با هم درستش کنیم. توی تابه کوچیک 50 گرم کره یا روغن میریزیم و یه بطه سی رو میکسش میکنیم، بهش اضافه میکنیم. 2-3 دقیقه تفت بخوره کافیه، با کمی زردچوبه، و میذاریمش کنار تا بمونه. حالا بادمجونا رو من با ایرفرایر کبابی کردم. پوست بادمجونا رو میگیریم و به راحتی کنده میشه. 1 کیلو بادمجون برای 4 نفر کافیه. 4 تا بادمجون بود که کاردیش میکنم، بعد با گوشتوب این رو قشنگ له و ریش ریشش میکنم. حالا میریزیم توی تابه و کمی زردچوبه و 3 قاشق روغن بهش اضافه میکنم. یه مقدار اینها رو تفت میدیم. بعد از اینکه خوب تفت دادیم و آب بادمجونا کشیده شد، تو این مرحله بعدی گوجه فرنگی اگه دوست داشتیم بهش اضافه کنیم. بدون گوجه هم میتونیم درستش کنیم. گوجه های میکس شده همون رو به بادمجونا اضافه میکنیم. یه مقدار تفت میدیم تا به خورده هم بره. اگه دوست داشتیم خوش رنگ بشه، یه قاشق مربا خوری هم رو به گوجه فرنگی. یه مقدار کوچولو هم من دوباره کره میزنم که خوشمزه تر بشه. اون سیرایی هم که آماده کردیم رو بهش اضافه میکنیم. یه 4-5 دقیقه دیگه تفت بخوره آماده میشه. یه مقدار فلفل، نمک به میرزا قاسمیمون اضافه میکنیم. حالا جا باز میکنیم، به ازای هر یه نفر یه دونه تخم مرغ در نظر میگیریم. بعضی هم میرزا قاسمی رو بدون تخم مرغ میخورن، حالا هر جور که تمایل دارید. به این شکل جا باز کنیم و تخم مرغ رو توش بریزید. بعد از اینکه حرارت رو ملایم کردیم، اینجوری با قاشق یه مقدار تخم مرغاتون رو باز کنین که بهتر پخته بشه. بازم نمک و فلفلش رو تنظیم میکنیم. بفرمایین. اینم میرزا قاسمی خوشمزه ما. الان فصل بادمجونه، درست کنین لذتشو ببرین. نوش جون.